شما تایپتون دختر عملی یا نچرال؟ نچرال. همه چیش نچرال. همه چیش من خوب باشه. من میتونم یه جوابی بدم؟ تمام مردا همه اینا رو دوست دارن اما در جای خود. دقیقاً. مثلا من وقتی میام اینجا با پاشنه بلند اینجا میشینم خانومانه رفتار میکنم. شبا اسپورت میپوشم، اشغال میکنم، کیوت میشم، هر چیزی در جای خودش قشنگه. مثلا اینکه وقتی همه اینجوری نشستن تو به اینجوری بشینی، خب هیچکی دوست نداره این صحنه رو. آره الان مثلا ما همه پاشیم بریم شمال، تو اینجوری بخوای بشینی از اول تو وسط جاده پرتت میکنن پایین. آفرین. مثلا الان منم همین وایبو دارم، لباس اسپورت میپوشم ولی بازم اون کاراکتر خودمو که مثلا دخترم و مثلا خانومم چجوری بگم، یعنی اون حس زنانگی رو حفظ میکنم. خانومانه قشنگ میاد جمع میترکونی، خانومانه خیلی شیک و متین. ببخشید به من کار خاصی نکردم. به من نه، تو با همه یه جمله میگی. ببین یعنی من با سیاستم دکتر من الان کاری کردم. الان من کلی الانو نمیگم، مثلا یه ساعت دیگه رو میگم. خب